خاننده صنف پنجم مکتب موسیقی بچگانی بخش فرهنگ ناحیه اسپیتامین اکرامجان سولیف از خردسالی آرزوی نوازنده شدن را داشت. والدینش شوق و رغبتش را نسبت نوازندگی به نظر گرفته او را با مکتب موسیقی بچگان فرستادند. امروز باشد اکرامجان در چاره‌بینی‌های سطح ناحیوی فعالانه شرکت می‌ورزد. سیم سال که من در آزمون تاجیکستان وطن زمان اشتراک کرده استادیم. با یاری معلمم همراه قلب کنید جان مشق کرده استادیم. دوری ناحیوی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در قصر فرهنگ ناحیه اسپیتامین خوب و خاطرمان دایر گردید. اشتراکداران آزمون از روی دو نامیناسیا هنرنمایی کردند. بنا به معلومات مسئولین بخش فرهنگ ناحیه در آزمون امروزه داوطلبان از مرکز و جماعت دهات دوردست ناحیه از آن جمله سربند، تقویک، کروش و سعید قرغان فعالانه شرکت ورزیدند. در مکتب موسیقی بچگانه کمال خوجندی باره 4 سال تعلیم میگیرم. من در صنف رباب بدخشانی تعلیم میگیرم. من در آزمون تاجیکستان وطن از من اشتراک میکنم. از ژانر حلقی در رباب بدخشانی اجرا میکنم. آزمون مذکور به جشن پرشکوه ملت 30 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده. هدف دریافت استعدادهای نو، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی و ترغیب و تشویق عنعنه‌های ارزشمند ملی و میراث پرقنوات نیاگان ارزیابی گردید. امروز در ناحیه اسپیتامین تاجیکستان وطن عزیز من شده ایستاده است. اشتراکچیان در تمام ناحیه دهات و ناحیه اشتراک دارند. 30 نفر اشتراکچی اشتراک دارند. در این آزمون از روی نامیناسیون نوازندگی از سن 12 ساله تا 18 ساله اشتراک دارند و ژانر اکادمیکی و کلاسیکی از سن 18 ساله تا 40 ساله اشتراک دارند. در این آزمون خودم هم اشتراک کرده ایستادم. من در نامیناسیون کلاسیکی سرودخوانی اشتراک کردم. به همه اشتراکچیان موفقیت. دوره اولی آزمون در ناحیه از روی نامیناسی‌های سرایندگی و نوازندگی گذرانده شده. اعضای حکمان به هنرنمایی هر یک از داوطلبان بهای سزاوار دادند. غالبان آزمون به دور ولایتی راحت گرفته و با دیپلم و تحفه‌های پولی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسپیتامین سرفراز گردانده شدند. برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ادامه دارد.